به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان محترم. دنبال میکنیم جلسات مجازی درس کارگاه طراحی فرم کامپیوتر که با توجه به مسائل اخیر به صورت مجازی تدریس میشه. یه دلیلی این بود که ما تا حالا اینو برگزار نکردیم این بود که اوایل تصمیم برای این بود که درس عملی بعد از اتمام این دوره برگزار بشه. بعد از این گفتن که شرایطشون نامشخصه، تصمیم گرفتیم که با مشورت معاون آموزشی این درس هم تو دانشکده به صورت ویدیویی ضبط بشه و ارائه بشه. برای اینکه این درس هم یه پیش زمینه‌ای نیاز داره، چون که درس پیشرفته هستش، با توجه به اینکه دانشجوها از دانشگاه مختلفی اومدن و ممکنه که پیش زمینه اصلی هم نداشته باشن، یه درس دوره کارشناسی من این ترم تدریس میکنم، کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی. اونجا ما یه 3 جلسه اونجا گفتیم و مقدمات کار رو گفتیم و از تونم من تو گروه خواستم که بریم اون بحثا رو دنبال کنید تا ما راحت‌تر بتونیم مباحث پیشرفته‌تر رو دنبال بکنیم. علی ای حال ما یه مقداری در واقع تو جلسات حضوری بحث کردیم مدل‌های ترمودینامیکی و ترمودینامیک که مورد نیاز اصلی است رو بحث کردیم. امروز برای شروع کار ما میخوایم که یک سیستم 3 جزئی که ترکیبی از استون و MEK و یک هگزن هست، اینها رو بیایم بررسی بکنیم. در واقع بهترین مدل ترمودینامیکی برای این 3 تا ترکیب رو به دست بیاریم و بعد ببینیم که آیا اینتراکشن پارامترهایی که بین اجزا وجود داره این مدل پیش بینی میکنه یا نمیکنه. اگر نمیکنه چیکار کنیم؟ مثلا فرض کنیم که الان ما 3 تا جزء داریم، ما باید در واقع بین این اجزا اینتراکشن پارامترها رو داشته باشیم، بین استون MEK 2 به 2 IOJ یا استون و یک هگزن MEK و یک هگزن و اینا در واقع باید این اینتراکشن پارامترها رو داشته باشیم. خب ما وقتی که اولین صفحه که باز میشه ما قبلا گفتیم ما از تمپلیت های اینستال شده استفاده میکنیم برای اینکه فرق این تمپلیت ها بلنک سیمولیشن اینه که بلنک سیمولیشن هیچی نداره، خالیه، ولی تمپلیت ها معمولا برای فرآیند شیمیایی پروسس استفاده میکنیم. من این مختصری سر کلاس هم گفتم، توی لکچر مطالعه بکنید. ما معمولا برای یا سیستم انگلیسی باشه یا انگلیس یا SI باشه از این 4 تا تمپلیت استفاده میکنیم. برای این کیس خاص از کمیکال ویت متریک یونیت باید استفاده بکنیم. کمیکال ویت متریک یونیت که اینو نگاه کنیم متد NRTL داره و یه سری واحدهای خاصی برای بعدهای اصلی در نظر گرفته، برای دما، سانتیگراد، فشار بار و بقیه داستان. اینو دبل کلیک میکنیم، یک کرییت میزنیم. خب بعد از اینکه این مدل ما باز شد، ما باید بیایم این 3 ترکیب رو در واقع وارد بکنیم. ما این 3 ترکیب استون، MEK، یک هگزن، این 3 تا وارد میکنیم تا ادامه کار رو داشته باشیم. خب اینجا تمپلیت ما خودش متد رو انتخاب کرده، و این اسپسیفیک کامپوننت متد انتخاب شده هستش NRTL. ولی اگر ما بلنک سیمولیشن انتخاب میکردیم میتونستیم از متد اسیستنت کمک بگیریم که به ما بگه دقیقاً برای این 3 ترکیب چه مدلی بهترین مدله. 2 تا روش وجود داره، یا از طریق کامپوننت ها یا از طریق فرایند، فرقی نداره. اینا رو من توضیح دادم تو لکچر اولش هم هست. این سیستمی که داریم نه هیدروکربونیه، منظوری آلکان و آلکین و این داستانا نیست داخلش، نه الکترولیت نه رفریجرنت، پس کمیکال سیستمه. فشارش هم بیشتر از 10 بار نیست. یونیفگ، NRTL، ویلسون، یونیکواد. NRTL
گزینه اولشه انتخاب شد. بعد ما اگر نکس رو بزنیم خود به خود میره تو پارامتر اینتراکشن پارامتر باینری اینتراکشن پارامتر. من اگر نکس رو بزنم خودش اون صفحه‌ای که قرمز هست NRTL خودش میره. من نکس اگر میزدم خودش میره NRTL اینا رو حساب میکرد. من خودم دستی هم میرفتم اینا رو حساب میکرد. میبینیم که الان از اون سه تا جفت هایی که میتونست وجود داشته باشه دو تاش هست، استون MEK هست، استون یک هگزن هست ولی MEK و یک هگزن وجود نداره. اینو نتونست مدل NRTL پیش بینی بکنه. در این حالت من میتونم از مدل یونیفک استفاده بکنم. مدل یونیفک روش گروپ کانتریبیوشنه که به ما کمک میکنه. در واقع اینا رو تونست از معادله NRTL به دست بیاره IAJ و IJUI BIJ BJUI CIJ. بذارید من قبل از این تیکر رو بگم بریم معادله NRTL رو ببینی از هلپ اسپن کمک بگیریم. NRTL مدل من ببینم که برای که مجدد یادآوری بشه برای شما NRTL مدل چیه و این ظریف هایی که IIJ و IJUI و BIJ CIJ چی هستن. از هلپ اسپن خیلی قویه. در واقع تمام معادلات، تمام روش ها، مثال ها اینا همه رو در بر میگیره. این ln گامای آی تابع از جی JUI و تو MOJ و این داستانا جی تو آلفا. خود این پارامترهای جی و تو آلفا تابع از IIJ BIJ CIJ DIJ EIJ FIJ. در واقع این چیزی که اینجا هست، این پارامترهایی که اینجا حساب میشه IIJ IJUI BIJ البته اینا ممکنه متقارن نباشه ترکیبات IIJ و IJUI ما متفاوت قطعا، ولی حالت ساده شوندش اینه که اینا با هم برابر باشن. حالت سادهش اینه، ولی در واقع اینا با هم برابر نیستن دیگه. الان برای اینا چون تیم مواد در واقع اینتراکشن هایی بین IOJ و JUI با متفاوته. معمولا اینتراکشن ها جملات اولش بیشتر عدد دارن. دی و ای و اف و اینا برای بعضی ترکیبات خیلی که قطبیتشون بالا اینتراکشن وجود داره اینا مقدار دارن. خب اما NRTL نتونست برای MEK و یک هگزن اینتراکشن پیش بینی بکنه. در اینجا از روش گروپ کانتریبیوشن که تو درس ترمودینامیک حتما خوندیم میتونید استفاده بکنید. در واقع ترکیبات میشونه به گروه های عاملی که وجود داره و اینتراکشن پارامترها بین گروه های عاملی در نظر میگیره که داستانش طولانیه. پیشنهاد میکنم حتما کتاب پراس نیست اینا رو مطالعه بفرمایید. خب من تیک استیمیت رو بزنم دوباره اگر اینو ران کنم. این در واقع اینتراکشن پارامترهای بین این دو تا جزئی که باقی مونده رو حساب کرد. MEK و یک هگزن رو حساب کرد. خب من الان با توجه به اینتراکشن پارامتری که به دست آوردم میخوام ببینم که این معادله‌ای که واقعا الان من تمام اینتراکشن پارامترهای این سیستم رو دارم، میخوام بیام برای MEK و یک هگزنی که از معادله یونیفک استفاده کردم منحنی در واقع تعادلیش رو بکشم. PXY بین این در واقع برای MEK و یک هگزن منحنی P بر حسب مول فرکشن هاشو بکشم. ببینم که چی آیا تونست پیش بینی بکنه، آیا تونست با اکسپریمنتالی که من از واقعیت میدونم همخوانی داشته باشه یا نه. خب باید برم رو آنالیز که این در واقع آنالیز رو انجام بده، منحنی PXY رو بکشم. من توی درس دوره کارشناسی هم گفتم PXY TXY چجوری انجام بدید. میایم روی بس از هوم توی قسمت این قسمت آنالیز و آنالیز مفعاله. قسمت آنالیز باینری دو جزئی هستش، دو تایی رو میخوام بررسی بکنیم. بین یک هگزن و MEK در واقع اینا میسینگ پارامترهای ما بودن. میخوایم که PXY رو به دست بیاریم و بحث مول فرکشن یک هگزن هم میخوایم اینا رو بکشیم. جزء یک اون یک هگزن.
خب تعداد نقطه هاش هم از 0 تا 1 چون x ما از 0 تا 1 50 تا نقطه برای ما اینا رو درایو کنه. کلکیولیشن آپشن ما هم همون NRTL مدلمون. آنالیز رام بکنم. در واقع منحنی PX رو کشیده برای ما. می‌بینیم که این منحنی، خب این منحنی که اینجا هست، این منحنی پایینیه و این منحنی بالاییه. من توضیحاتش رو بیارم براتون. این منحنی پایینیه دیو پوینته. اینا رو تو ترمودینامیک خوندید. اینجا خط بابل پوینت، اینجا دو منطقه دو فازی. می‌بینیم که اینجا یه آزوتروپ تشکیل داره میشه. این آزوتروپ رو یونیفک در حول و حوش عدد 8 تخمین داره میزنه بین یک هگزن و MEK، یعنی در مول فرکشن یک 8 یک هگزن این آزوتروپ در واقع پیش بینی میکنه که تشکیل داره میشه. خب اما در واقعیت اینجوری نیست. این ما باید ببینیم اکسپریمنتال ما دقیقاً چه جوریه. سعی میکنیم که از داده‌های اکسپریمنتال هم استفاده بکنیم و با واقعیت مقایسه بکنیم. خب برای اینکه از داده‌های اکسپریمنتال استفاده بکنیم، ما خب در واقع ما این ستونی که الان اینتراکشن پارامتری که ما به دست آوردیم با استفاده از مدل یونیفک تلاش میکنیم که اینو با استفاده از داده‌های اکسپریمنتال به دست بیاریم. این کیس قبلی بود که من آوردمش بالا. پس بیایم توی متد پارامتر باینری NRTL اینا دقت کنید. اینو در واقع من با تیک استیمیتی که از یونیفک داشتم اینو به دست آوردم. میخوام اینو حذف بکنم. اوکی، این تیک استیمیت هم برمیدارم که اصلا نمیخوام با یونیفک کار کنم. الان دوباره اول کارم. من یه بار با یونیفک کار کردم، دیدم که جوابش خوب نبود. الان اون رو میخوام بذارم کنار. میخوام از داده‌های اکسپریمنتال استفاده کنم. ببین از اکسپریمنتال رگرسیون بگیرم و این اینتراکشن پارامتر رو به دست بیارم. خب این داده‌های اکسپریمنتال از کجا بگیرم؟ اسپن یه قدرتی داره، به داده‌های اداره ملی استاندارد امریکا NIST دسترسی داره که میتونه از اون استفاده بکنه. اینا رو من توی NIST در واقع اداره ملی استاندارد امریکا اطلاعاتی که از مجلات ترمودینامیک از پتنت ها هست میگیره، اینا رو در واقع میاد اولویت میکنه. اونایی که با هم دیگه تناقض ندارن و دیتا سازی نیستن اونا رو سورت میکنه و در اختیار شرکت هایی که کارهای نرم افزاری انجام میدن، جاهایی که نیاز به داده های ترمودینامیکی برای ترکیبات دارن قرار میده. یعنی اونا هم به هر داده‌ای از هر مقاله اعتماد نمیکنه، داده هایی که در واقع تست شده و معتبر هستش رو در واقع ملاک قرار میدن. خب من میتونم داده هایی که برای این دو تا ترکیب استون برای MEK و یک هگزن آیا دیتایی هست، ماده رو انتخاب میکنم MEK و یک هگزن، ببینم دیتایی هست یا نه. ریترایو دیتا میزنم، اگه دیتایی باشه اینو برای من نشون خواهد داد. خب دیتایی هست. یه باینری VLE دیتا برای انتالپی و آزوتروپیک و ما VLE رو میخوایم، باینری VLE. البته برای بعضی ترکیبات دیتاهای بیشتری هست. الان اینجا ترکیبات خاصی بودن، دیتاهای چندانی نبود. کانسیستنسی تست رو من ران میکنم ببینم که این داده های من در واقع کوالیتیش خوبه یا بده. اینو ران میکنم. در واقع باید این تست هایی هست، تست های ترمودینامیکی هست، اینا رو پاس بکنم. اینم من ران میکنم ببینم که این دیتا های من در چه حدی هستن. خب دیتا تقریبا خوبه. این عدد با نزدیک 1 باشه که اصلا دقیقاً 1 چون دیتای دیگه‌ای وجود نداشت و این دیتا
همخوانی خودش بود، بین خودش فقط تستا رو انجام داد، تمام تستای ترمودینامیکی ونس تست و پوینت تست و اینا همه رو پاس کرد. دیتای خوبیه. خب این دیتا رو میخوام استفاده بکنم، باید بیام دیتا رو اول سیو بکنم. سیو دیتا. اوکی، دیتا سیو شد. کجا میره دیتا؟ خب این دیتا رو من میتونم ببینم. دیتای TPXY TPXY دو تا فاز مایع MEK و یک هگزن. X شون X فاز X دو جزئیه، فاز Y هم دو جزئیه. دیتاش اینجاست. من این چیزایی که با متد کار ندارم ببندم، پرپرتیست کاری ندارم. دیتا توی ناویگیشن پنی که دارم سیو شد. خب حالا من از این دیتا ها میخوام استفاده کنم که در واقع اینتراکشن پارامترها رو به دست بیارم برای اون دو تا جزئی که برای MEK و یک هگزن. حالا چیکار باید بکنم؟ دیگه باید متد رگرسیون انتخاب. آنالیزی که کاری ندارم، میام تو متد توی قسمت رگرسیون نیو رگرشن نیوری میزنم. DR1 خودش دیفالت اسمشو میده. متد بین RTL از خود متد انتخاب کرده اینو. بعد من باید دیتا رو انتخاب بکنم، چه دیتایی میخوام استفاده کنم. بعد این دیتا رو یه اولویت اول بکنم، ببینم که این دیتا بدون اینکه من هیچ پارامتری بهش بدم خودش چیزی میتونه در واقع در بیاره. یه اولویت، یه ارزیابی این دیتا رو بکنم. خب اینو اگه من اولویت بکنم، ران نکس رو بزنم، بعد خودش میره سمت ران DR1. بعد از اون خب ریزالت اویلیبل، من بیام ریزالت رو ببینم. اِوالویشن ببینیم که این بکنید. هیچ وقتی ما توی درس محاسبات عددی هم دیدیم وقتی ما یک رگرسیونی میگیریم، اون رزیدوال روت مین اسکوار ارورش مهمه. الان نکنه خیلی عدد بالایی هست، یه در واقع دستورالعملی هست برای کارهای ترمودینامیکی. اگر ما استپ بای استپ کاری که اینجا انجام میدم توی پاورپوینت هم هست. اگر ما تعادل VLE داشته باشیم، این عدد باید کمتر از 10 باشه که الان ما VLE هستیم. اگر VLLE تو فاز مایع امتزاج ناپذیر و فاز بخارشون باشه، لیکوید اکستراکشن باشه، اون وقت این عدد کمتر از 100 باشه اوکیه. خب الان عدد ما برای این VLE ما باید کمتر از 10 یا کمتر از 10 باشه که الان برای ما چند به دست اومد؟ 210. یعنی عملا خیلی فاصله داره. من الان میتونم برای این کیس هم اول متدم اینجا اون پارامترها اینا هنوز حساب نشده، ما میتونیم که بیایم توی ریزالت ها همینجا اِوالویشن رو ببینیم. بعد از این میتونم پروفایلم بیام ببینم این چیزی که استیمیت کرده. ما مول فرکشن یک هگزن رو در فاز بخار اکسپریمنتالش با کلکیولیتش ما مقایسه بکنیم، ببینیم که این چی در واقع میتونه به ما بده. میتونم رو انتخاب بکنم اکسپریمنتال ولیوی مول فرکشن وای یک هگزن، بعد استیمیت ولیوی مول فرکشن وای یک هگزن. خب میام اینا رو اکسپریمنتال و کلکیولیت استیمیت یک هگزن در فاز بخار، استیمیت بر از اکسپریمنتال که بود هولوش محور خط 45 درجه باشه. من دنبال فاز بخارشم یک هگزن، دیتای ما همون دیتای BBL201. خب پراکندگی خوبی نداره و جالب نیست. پس من باید بیام رگرسیون بگیرم از این دیتا. به صورت خام نمیتونم استفاده بکنم، باید بیام رگرسیون بگیرم و
اِوالویتش تقریبا خوبه، ولی اگه یکم من بتونم با رگرسیون پارامترهای NRTL رو بهش بدم. الان دیدین که ما توی این معادله ما توی قسمت پارامتر باینری بدون اینتراکشنی که از اینتراکشن رو صفر در نظر گرفتیم، اینتراکشن رو اگه صفر در نظر بگیریم تقریبا جواب پرتی میده، یعنی اینتراکشن رو در نظر نگرفتیم. حالا میخوام اینتراکشن رو با استفاده این داده ها در نظر بگیرم و اون وقت ببینم چه اتفاقی میفته. از بیام توی رگرشن اون DR1 اینپوتی که داشتم، حالا بیام رگرسیون رو فعال بکنم. اِوالویشن دیگه نه. حالا وقتی رگرشن میگم، حالا میگه چه پارامترهایی میخواد رگرشن بگه، تب پارامتر فعال میشه. میگم که معادله من، خب چه معادله میخواد انتخاب بکنی، چه چیزی میخواد در واقع برآورد بکنه. میخوام باینری پارامتر رو به دست بیارم. برای چی؟ برای NRTL این MEK و یک هگزنی که باینری پارامتر نداشتن، میخوام باینری پارامترشون رو در بیارم. بعد دیدیم که معادله NRTL پارامترهای A, B, C, E و D و F داشت. به پارامتر A با یک نامگذاری میشه، این B2 C3 و همین ترتیب شماره میگیرن. پس پارامتر یک، المنت یک A ما هست، المنت A1 و استون نداریم، MEK و یک هگزن و با باینری پارامتر NRTL برای B میخوام به دست بیارم. NRTL المنت 2 یک هگزن I و J و I. نه ببخشید اینجا دوباره MEK. فعلا همه رو میخوام با هم برابر بگیرم. MEK پارامتر 2 B رو، این I و J، این B I و J. خب MEK یک هگزن پارامتر 1 و پارامتر 2. من اینا رو به دست رو در واقع وارد کردم. میخوام اینا رو برام با استفاده اون داده هایی که داره بیاد I و J و B I و J حساب کنه، به من بگه. اینو اگر من next run DR1 رو ران کنم، خب ران شد. ریزالتش رو برای رگرشن ببینم، بیام مجموع مربعات یه بار دیگه ببینم. خلوش 9 در اومد با اون چیزایی که ما سری قبل هم حساب کردیم. بهتر شد، از 210 اومده به 9 و 100. خب الان دوباره من بیام اون پروفایلر رو بکشم، اکسپریمنتال و استیمیت یک هگزن رو میخوام بکشم. استیمیت ولیو اکسپریمنتال ولیو یک هگزن، کنترل نگه دارم. استیمیت یک هگزن فاز وای، مول فرکشنش رو در فاز بخار. اینو اگر حذف بکنم، خب کامپوزیشن یک هگزن در فاز بخار بهتر شده، پراکندگی شعله محور خط ایگرم مساوی با ایکس. خب پس من تونستم با استفاده از رگرسیون الان بیام داخل NRTL ببینم نکنه این NRTL قبلا خالی، الان این اینتراکشن رو برام حساب کرده، I و B رو حساب کرده برای من. خب اینا رو حساب کرده و من اینا رو دارم. الان I و اینتراکشن رو ما به هیچ چیزی نگفتیم، I و B هیچ بهش نگفتیم. اینا رو B بهش گفته بودیم و اون یکی رو خودش نداشتیم، بهش چیزی نگفتیم، صفر در نظر گرفت. خب
من باید بیام اینجا. من دو تا فایل باز داشتم، فایل سیمولیشن 7 MEK و یک هگزن، MEK و یک هگزن. میخوام برم اینتراکشن پارامتراشو ببینم که ببینم چی حساب کرده برای من NRT توی متد. دیگه از اول میخوام باز کنم متد باز میکنم و میام تو پارامتر باینری اینتراکشن NRTL اینجا IIJ. من توی حالا از یه طرفی بیام رگرسیونم باز کنم. توی رگرشن اینپوتم من چی بهش دادم؟ گفتم که آقا بیا A یک چی بود؟ I و J 2 B I و J. پس I J و B I J گفتم برای من حساب کن. I J و B I J گفتم برای من حساب کن. I J حساب کرد، B I J هم حساب کرد. اونا رو به چیزی نگفتم، صفر قرار داد. بیاین تو هلپ NRTL نگاه کنید. NRTL CIJ همیشه فیکس نگه میداره، برای ترکیبات مختلف عدد خاصی داره. برای نانپولار سابستن 3/10. الان در واقع این ترکیبات غیر قطبی ان، اینو 3/10 خودش تشخیص داده و 3/10 فرض کرده. خب حالا من میخوام تو ادامه دقت کار خورده ببرم بالاتر. این نوع از میتونم کمترش بکنم یا نه. کتاب گفته که بیا معادلت رو بهبود بده. این معادله NRTL یعنی چی؟ یعنی فاز مایع NRTL بگیره و فاز بخار رو کاری نداشته باشه، فاز ویپر رو کاری نداشته باشه. چون ما مول فرکشن فاز ویپر داریم در واقع ملاک قرار میدیم. اینجا فاز ویپر رو آیدیل گس در نظر میگیره. این گامافی متد فاز مایع رو NRTL و فاز گاز رو ایدئال در نظر میگیره. اما من میخوام که بیام یه کار دیگه بکنم، فاز بخار رو دیگه ایدئال در نظر نگیرم. میگه که شما بیا به جایی که فاز بخار رو ایدئال در نظر بگیری، تو متدت فاز بخار رو غیر ایدئال در نظر بگیری و فی داشته باش. این گاما از اینجا به دست میاری که از این ln گاما رو به دست میاری برای فاز بخار، از معادله ردلیش-کوهانگ فی رو به دست بیار و بتونی که دقت بهتری داشته باشی. و دیگه آی جی و جی آی با هم در واقع اون یکی رو صفر قرار نده، با هم در واقع بیا تو مدل توی رگرسیونه همون دیاروانت بیا توی ستاپ معادله رو به جای NRTL RK قرار بده. خب حالا ببین پارامترها چه تغییری میکنه. در واقع اینجا وقتی که شما NRTL RK در واقع در نظر گرفتی، این خودش میفهمی که آقا دیگه الان دیگه IJ و JI با متفاوته. میاد چیکار میکنه؟ اون در واقع اون دوباره میخواد اینتراکشن NRTL بخواد به دست بیاره. RK که اصلا اینتراکشنش خودش مشکل خاصی نداره، به دست میاد. اینجا مشکل اصلی ما رو NRTL. دوباره I و J پارامتر 1، این پارامتر 1، این I MEK یک هگزن MEK، I و J A J و I، دوباره این دو B I و J B J و I، C I و J، این C رو فیکس هم خودش در نظر گرفته. ببین ما دور اول اینا رو هم در واقع حساب شده، اینا رو فیکس گرفته، اینا رو میخواد رگرسیون بگیره. من الان دوباره رگرسیون رو رانش بکنم، یادمان رو ران کنم. الان نتیجه دوباره میگه اینا پارامتر جایگزین، اینتراکشن پارامترها رو قبلیه رو پاک کنم، دوباره جایگزین کنم، اینا رو میاره اینا رو جایگزین کنم. بیام توی ریزالت دوباره سام اسکوئر رو ببینم، شده 2/14. الان من دیگه بیام اون پروفایل رو بکشم، پروفایل رو اگر بیام بکشم، پروفایل رو میام توی اکسپریمنتال وای و استیمیت وای یک هگزن، اینا رو دوباره بیام اینجا بکشم، استیمیت از اکسپریمنتال، کامپوزیشن یک هگزن تو فاز ویپر رو میخوام بکشم. این دقتش خیلی خوب شده، پراکندگی شعله محور خیلی خوبه.
الان اون نموداری که اول کار کشیده بودن، نموداری PXY که آزوتروپ در واقع 8 هم تشخیص میداد، میخوام دوباره بیام اون منحنی PXY رو بکشم. حالا این مدلی که من رگرسیون گرفتم تو تب آنالیز بودم، من در واقع اومدم آنالیز انجام دادم، باینری آنالیز انجام دادم، خب PXY رو کشیدم، بعد اومدم آنالیز باینری رو انتخاب کردم. الان میخوام ببینم این مدل جدید که اینتراکشن پارامتر رو داخلش من قرار دادم، این یک هگزن MEK و یک هگزن، اینو من PXY رو بکشم ببینم آزوتروپش تغییر کرده یا نه. دقت کنید با دیتاهای واقعی قبلا اولش 8 هم آزوتروپ تشخیص میداد، ولی الان هلوش 90 و 700. این تطابق خیلی خوبه. این داده‌های واقعی اینه. الان اسپن برای کارهای مدل سازی، الان ممکنه داخل یه برج باشه، ممکنه داخل یه استخراج کننده باشه، این داده‌های تعادلی رو میتونه در نظر بگیره. پس داده‌های تعادلی خیلی مهمه برای شبیه سازی که ما از چه داده‌های تعادلی استفاده بکنیم. اگر آزوتروپ اینجا در نظر بگیره، اینجا ما کارمون متوقف میشد، ولی الان نه، تو اینجاها میتونیم در واقع توی اون برج عملیات رو در واقع ادامه بدیم. یعنی ما اون شبیه ساز ما، اسپن ما داره کار میخواد بکنه بر مبنای داده‌های ترمودینامیکی کار میکنه و داده ها باید تا اونجا که امکان داره به اکسپریمنتال ما نزدیک باشه. خب این بحث جالبیه. ما توی جلسات آینده هم اینا رو دنبال میکنیم که یه خورده اینا رو کار بکنیم، مطالبی که من گفتم رو بخونید، اون هم برای کارشناسی هم برای جلسه امروز اینا رو بخونید. تو جلسه بعدی هم 2 تا مثال دیگه، حالا حالتهای دیگر رو بررسی میکنم، یه سری معادلات حالت اکویشن اف استیت رو بررسی میکنم، بعد یه حالتهای دیگه بررسی میکنم که دیتاها دیگه دیتاهای NIST نباشه. من از یه پیپر خودم آزمایشگاه کار کردم، از اون دیتا میخوام استفاده بکنم، اون دیتا رو چی رو وارد بکنم، اونا رو تو جلسه آتی اینا رو میگم خدمتتون. اینا رو فقط تمرین بکنین و همپای من جلو بیاین تا بتونیم که دوره موفقی داشته باشیم. پس فعلا خدا نگهدار.